خوش آمدید به مجموعه ویدیوهای کوتاه آموزش زبان کرهای. این مجموعه بسیار ساده از ویدیوهای کوتاه برای مبتدیان زبان کرهای در سراسر جهان طراحی شده است. یادگیری یک زبان جدید ممکن است در ابتدا ناآشنا و دشوار به نظر برسد. هانگول مانند لگو عمل می‌کند. شما حروف را کنار هم قرار می‌دهید تا کلمات بسازید. و صداها تقریباً به صورت یک به یک با حروف نوشته مطابقت دارند. در این مجموعه یک با سرعت حروف صدادار و بیستار را یاد می‌گیریم. 2 شکل دهان و صداها را با هم تمرین می‌کنیم. 3 حروف را ترکیب کرده و کلمات و جملات کوتاه را می‌خوانیم. هانگول یک سیستم نوشتاری علمی است که از شکل اندام‌های گفتاری الهام گرفته شده است. وقتی اصول اولیه را یاد بگیرید، می‌توانید کلمات جدید را به تنهایی بخوانید. بیایید از اولین حرف شروع کنیم قدم به قدم. برای ادامه مجموعه مشترک شوید و اعلان‌ها را فعال کنید.